سلام دوستان، بنده اسماعیلی هستم با کلیپ های آموزشی برق ساختمان و صنعتی در خدمتشون. تو این کلیپ آموزشی میخوایم بپردازیم به نحوه سربندی و راه اندازی هالوژن های سقفی یا چراغ های توکار سقفی، یا بهتره بگیم هالوژن. همینطور که مشاهده میکنید اولش باید ما گردبار بزنیم تا محل این سایزی که داره ما با همون سایز گردبار میزنیم. خب برای سربندیش هم همینطور که مشاهده میکنید نول فاز ارت، زرده یا زرد و سبز ارت، مشکیه فازشه، نولش هم که همیشه آبیه. خب اینطوری مشاهده میکنید، همینطور که مشاهده میکنید پایین آبی همون نولش اومده بس شده با آبی همون نولش. بعد عرض کنم خدمت شما فازش که قهوه‌ایه به مشکی ما که فاز ما اینجاست قرار نصب شده زیر پیچ ترمینالش، و ارتمام همینطور که مشاهده میکنید به ارتمام. خب اینا دوبل شدن در حقیقت، یعنی اومدن گرفته شده داده شده به هالوژن بعدی که مشاهده میکنید ما اونجا نصب کردیم. یعنی همینطور این مشکی هم همینطور برای هالوژن بعدی که مشاهده میکنید ما دوبلش کردیم بردیم بعدیش. از قبلی اومده آبی هم همینطوری مشاهده میکنید، این هم هالوژن قبلیشه که اومده بعد ما دوبلش کردیم، بعد به این منوال به این وصل کردیم. این نحوه سربندی و راه اندازی یا هالوژن سقفیه که شما باید رعایت کنید. حتما باید سرسیم بزنید بهش تو کارهای مهندسی و بعد ترمینال بهش ببندید با نوار چسب و این چیزها منسوخ شده، قابل قبول نیست و مهندسا تایید نمیکنه. امیدوارم این کلیپ مورد استفاده و استقبالتون قرار بگیره. پیروز و موفق